دلی که نموسوزه دل نموشه، خانه تنا تنا عاقل نموشه. قوم جدا جدا سنگی ریزه، سنگی ریزه ریزه منزل نموشه. دوستان عزیز، سلام مجدد. به ادامه ویدیوی قبلی میخوام این ویدیو را از عاقل خردگزی شروع بکنم که خانه های قدیمی که در عاقل وجود داره برای شما به تصویر بکشانم و معرفی کنم. دیگه شروع ویدیو از پالوی خانه خدا بیامرز آقای مقدس شروع میشه و بعد همینطور در قسمت های بعدی میریم طرف عاقل ابغه و اوری ملق و بغل چوقا. امیدوارم بتانم خانه ها رو به صورت درست معرفی بکنم و اگر کم و کاستی داشت شما و بزرگواریتان ببخشید و مرا همکاری کنید. خانه دست چپ ما که سنگایش معلوم میشه و سقف نداره. خانه حسن علی اختیار از بابیم است، خدا رحمتش بکنه که کسی نیست. خانه دست راست دروازه آبی رنگ خانه صوفی محمد عیسی است که متاسفانه کسی نیست، خداوند رحمتش بکنه. و خانه روبروی ما که دیوارش نیمه مانده خانه کربلای نادر علی پدر غلام است که یک وقت پدر عبدالحمید هم اینجا زندگی میکرد که حالا هیچ کسی نیست، خانه ویرانه شده. و خانه روبروی ما که کلکینش معلوم میشه دیوارش نیمه کاره سنگ ساخته و سنگ و گل ساخته شده، خانه پدر خدا بیامرز آقای افضلی هست که خداوند رحمتش بکنه که حالا کسی نیست، تبدیل به ویرانه شده. خانه روبرو خانه کربلای خاتون هست که متاسفانه حالا کسی نیست. خانه طرف قبله خانه محمد علی امام است که حالا کسی نیست، ویرانه شده. و این هم کوچه است که طرف وسط عاقل خردگزی میره که یک وقت رفت آمد از این کوچه بسیار زیاد بود، حالا کسی نیست، راه ها مملو از خار و خاشاک شده. و اینی خانه دست چپ ما کلکینی سبز رنگ که داره خانه پدر حاجی رجب علی است. و این هم خانه روبرو که پهلویش یک دانه دکان است، این خانه حکیم پدر رمضان است. همین خانه دیگه خانه دست چپ ما که دروازه چوبی داره، این خانه مربوط پدر حاجی رجب علی هست که کسی نمیشینه، ویرانه شده. این خانه مربوط که پیشش تو دست خانه مربوط پدر صادق و آقای شهاب نام شد که اسم پدرشان یادم نیست، خداوند رحمتشان بکنه همگی را که متاسفانه ویرانه شده. این راهی هست که طرف مسجد و قبرستان میریم، راهی که اکثر شما یکی در اینجا زندگی کردن از این راه رفت آمد داشتن، خاطرات داشتن. و دست چپ ما دیواری که نیمه باقی مانده دیوار خانه سابق خلیفه حسین پدر حاجی محمود شاه هست، خداوند رحمتش بکنه که حالا آثار بسیار کمی از این خانه باقی مانده. و این هم مسجد وسط عاقل و چند نفری که آمده در سر قبرستان ها اینجا نشسته. و این خانه دست چپ امام خانه کربلای محمدی خدا بیامرزه است که تبدیل به ویرانه شده متاسفانه. دوستای عزیز، دوباره در وسط عاقل خردگزی آمدم. دست راست من خانه رجب علی است و دست چپ من خانه حکیم پدر رمضان خدا بیامرزه است. این وسط عاقل خردگزی که پیشتر بریم دو راه میشه، یک راه به طرف سی وصل میشه و یک راه هم مستقیم میره طرف پشت دیوی چنبر و خانه حاجی سخی. این دست چپ من خانه خدا بیامرز قاضی بابی است که خانه هم از سنگ و پخسه درست شده، خانه هایی که با درچه های خرد و دروازه های چوبی درست شده، خانه های بسیار قدیمی هست. متاسفانه کسی اینجا زندگی نمیکنه، شاید قدمت این خانه ها به 100 سال بالاتر برسه. این خانه مربوط آقای صابری میشه، آنچه که یاد من میآید شاید مربوط پدر کلانشان باشد و یا مربوط پدر کلان آقای رحمت باشد.
دیگه این خانم ویرانش در سقف اینا نداره، متاسفانه دروازهش نیمه باز است و کسی اینجا زندگی نمیکنه. دیگه این خانم خانه قاضی بابای خدا بیامرزه است و پشت سر از این خانه آتش قادر بخش است که خانه قدومت از او خانه برمیگرده به پدر کلانایشان که پدر کلان آقای رضوانی و پدر کلان آتش قادر بخش اونجا زندگی میکرد. دیگه که حالا او خانه هم تبدیل به ویرانه شده. این خانه کلکین سبز رنگ داره، خانه آتش موسی فهیمی خدا بیامرز است که چندین بار به این خانه آمدم چون عمیم خدا بیامرز اینجا زندگی میکرد. آب نمکیم در این خانه نوشجان کردیم. متاسفانه این خانه هم تبدیل به ویرانه شدن هست چون کسی اینجا زندگی نمیکنه. ببینید خانه آبریزه کرده، از سقفش مخروبه شده. متاسفانه این دروازه خانه سابق ایشان هست که حالا قلف است، کسی نیست. دوستای عزیز، خانه‌ای که طرف دست راست من است، خانه که جدیداً درست خانه حاجی سخی حیدری است که خانه مرتب و منظمی درست کرده. دست چپ من این خانه مربوط آتش جاوید سفر حیدری میشه که یک وقت ایشان اینجا زندگی میکرد. این خانه سابقه هست. حالا فکر میکنم حاجی سخی از این خانه استفاده میکنه چون منظم تر است. این راهی است که طرف چنبر سه برادران میریم که چنبر معروف به نام حکیم، به نام کریم و حکیم و نعیم، که معروف به نام کریم چنبر و حکیم چنبر و نعیم چنبر یاد میشد که هر سه برادران متاسفانه وفات کرده، خداوند رحمت بکنه، مربوط ایشان میشه. این خانه های داخلی چنبر که کسی در این چنبر زندگی نمیکنه، وسط چنبر علف و خار و گیاه سویه کرده. خانه هایش هم متاسفانه تبدیل به ویرانه شده. دوستای عزیز، آهسته آهسته میریم به پشت چنبر. اینجا یک بغبند هست که این بغبند نهالش تا هنوز سبز است. من فکر میکنم مربوط عبدالواحد پدر محمد علی میشه چون تا هنوز سبز است. ایشان اینجا زندگی میکرد چند سال پیش و حالا فکر کنم ایشان اینجا زندگی نمیکنه. خانه ای که در روبروی ما قرار داره، این خانه مربوط عبدالواحد پدر محمد علی هست که خانه متاسفانه کسی نیست، در پنجرهش بسته هست. طرف دست چپ ما دوستای عزیز خانه خدا بیامرز نادر کاکای است که او خانه هم تبدیل به ویرانه شده، چیزی باقی نمانده. دوستای عزیزم، این مدتی که من در وسط عاقل گشتم متاسفانه یک نفر رو ندیدم که من همراهش صحبت کنم. دیگه با جز دو سه تا بچه‌ای که در سر قبرستان بود، دیگه یک دو تا بچه خرد در قافسه اینجا بازی میکنه. باش بالوی از اونا برم که اینا کی هست، چی کار میکنه. این دوتا فکر میکنم این دوتا بچه مربوط حاجی سخی شاید باشد. اینجا آتیش در داد دوستای عزیز، مثل دوران طفولیت ما فکر میکنم اینا هم از پلاستیک پوتلی جرمنه. آره، یکیش فکر میکنم نواسه حاجی سخی هست، یکش هم بچه ناظر پدر رحمت است. اینجا آتیش در داده، با می آتیش ساتوری میکنه. دیگه دوستای عزیز، این هم بودک گزارشی از چنبر و وسط عاقل خردگزی. دوستای عزیز، من فعلا در پشت مسجد وسط عاقل هستم و میرم که خانه های قدیمی که طرف پایین عاقل خردگزی هست اونا رو هم برای شما نشان بدم. همینطور از پشت مسجد که میاییم طرف دست راست ما خانه مرحوم کربلای محمدی پدر استاد ناصری هست که تودش هم تا هنوز نیمه زنده باقی مانده. و یه خانه ما رفتم یک وقتی که
مدرسه درس میخواندم در این خانه. چند بار پشت کتاب پیش آقای ناصری رفتیم، خداوند آقای ناصری رو حفظ بکنه. چند بار کتاب ازشان آوردم و این دروازه هست که فکر میکنم به میمانخانهش مربوط میشد و به توخینهشی دیگه که متاسفانه ویرانه شده. هیچ کس اینجا زندگی نمیکنه و مخروبه شده همه جا. و این خانه دست چپ ما خانه خلیفه حسین پدر حاج محمد شاه خدا بیامرزه است و این خانه که یک مقدار تکمیل باقی مانده خانه زاهد خدا بیامرزه است. درختان مربوط زاهد میشه. این پایین عاقل خردگزی هست. برای دروازه هم زنجیر است، کسی نیست. ببینید دوستای از خانه ها چقدر با سختی و مشقت درست شده، با سنگ هایی که اینا کار شده. خانه روبروی ما هم خانه محمد علی غلام پدر ضیا بود و خانه دست چپ ما خانه است که مربوط پدر آقای شفیع و زوار رضا و زوار جواد میشه. اینجا هم تقریبا یک چنبر رقم بوده، 3-4 خانه اینجا کنار هم هست. و دست راست ما هم خانه پدر حاجی رجب علی مامایم هست که در این خانه کسی زندگی نمیکنه متاسفانه و دروازش قلف است. نمازشان غریبی رخ به من کرد، دلم جولان زده یادی وطن کرد. ای ای دلم جولان زده یادی وطن کرد. آن میدانم پدر بود یا برادر، ای مرا گوشنشینی هر وطن کرد. ای مرا گوشنشینی